مرد خوراک سحریش را همراه عائله‌اش تناول کرد و حاضر شد برای کار رفتن. هنگام کارروی کلیدهایش را به خاطر آورد و برای گرفتن آن برگشته خانه درآمد. وقتی میخواست کلیدهایش را از بالای میز گیرد، دید که بالای میز و شیشه آینه نیلگون چنگ گرفته است. پس با آرامی از خانه برآمد و عائله‌اش را امر کرد تا کلیدهایش را از بالای میز بیارد. هنگامی که زوجه‌اش داخل خانه شد و خواست کلیدها را گیرد از بالای میز، دید که شوهرش با انگشتانش در بالای میز که چنگ گرفته بود نوشته است: دوستت می‌دارم عائله. پس کلید را گرفت و هنگامی برآمدن چشمش به آینه نیلگون که آن هم پر از چنگ بود افتاد که در آن نیز با انگشتانش نوشته است: دوستت می‌دارم رفیق حیاتیم. پس برآمد از غرفه و کلیدها را به شوهرش تقدیم کرد و همچنین تبسمی کرد به سویش، مثل که فهماند با آن تبسمش که نامه‌ات الکی بر من رسید. پس از این اهمیت خواهم داد به تازگی خانه. این است مرد عاقل که هنگامی خطای عائله‌اش را دریافت با او معامله بد نمی کند، بلکه با نرمی می فهماند. دوستانی گلم، شما به کدام اندازه با این قصه راضی هستید؟ فکرهای خود را نویسید. روزتان بخیر و شادی باشد.